داستان سبز یا خاکستری، نویسنده خانوم ناهید گلکار، راوی مریم کنعانی. قسمت 58. گفتم خب چرا این کارو میکنی؟ تو داری بی حساب به من پول میدی. اصلا نمیفهمم چقدر دادی و تکلیف من چیه. همش منو در مقابل کار انجام شده قرار میدی. نمیخوای با منم مشورت کنی؟ نگاهی به من کرد که برای اولین بار لحظاتی کوتاه و شیرین نتونستم نگاهم رو بدزدم. قلبم لرزید و صورتم سرخ شد. خیلی آروم و نجوا کنان گفت من حالا هرچی دارم مال توه. اینو یادت نره. و انگار خودشم منقلب شده بود و با سرعت رفت. در حالی که هیجانی بی سابقه وجودم رو پر کرده بود، برگشتم به اتاقم و خودم رو جلوی آینه نگاه کردم. هنوز میتونستم سرخی گونه هامو ببینم. آروم گفتم خدایا این چه حالیه من دارم؟ چرا انقدر در مقابل نریمان ضعف نشون میدم؟ واقعا دوستش دارم؟ خدایا انگار دلمو بهش باختم و دیگه راهی برام نمونده. که خانم صدام زد. فوراً خودم رو جمع و جور کردم و رفتم بیرون. جلوی در اتاق پذیرایی ایستاده بود. گفت تو مطمئنی نمیای؟ گفتم بله خانم، دارم کار میکنم. گفت خب خونتونم که تلفن دار شد. دیگه دلتنگ مادرت نمیشی. هر وقت خواستی زنگ بزن. ملاحظه کاری خوبه ولی نه تا این اندازه که تو رفتار میکنی. زنگ بزن به مادرت. باهاش حرف بزن. رفتم دستشو گرفتم تا کمکش کنم و گفتم آخه من هیچ وقت جز خونه خودمون جایی نرفتم بمونم. اما خیالتون راحت باشه. دارم عادت میکنم. با خنده گفت تلفن کن بهش بگو میخوایم بیایم خواستگاری تو. حسابی خونه رو آبجارو کنم. و قاه قاه خندید. بازم عرق شرم روی پیشونیم نشست و گفتم چشم بهشون میگم. گفت آفرین دختر خوب. همینطور که دستش رو گرفته بودم که ببرم تا دم ماشین، بوی ادکلان نریمان به مشامم رسید. برگشتم دیدم داره از پله‌ها میاد پایین و جلوی در آشپزخونه گفت شالیزار، پریما خانم رو تنها نذار تا ما بیایم. در ضمن بخاری هم نف نکردی. بالا داره سرد میشه. قربان دستش بنده، داره برف پارو میکنه. تو خودت بهش برس. پالتو پوشیده بود و شال گردن انداخته بود. به من نزدیک شد و آروم گفت دلمون که نمیاد تو رو تنها بذاریم، ولی هر طور راحتی. زود برمیگردی. و رو کرد به خانوم و ادامه داد مام بزرگ خوبین؟ خانوم گفت آره، چرا خوب نباشم؟ دارم به آرزوم میرسم. حالا بریم، دیر شد. برف داره زیاد میشه. سهیلا هم وقت گیر آورده. نریمان گفت یه خواهش ازتون دارم. بذارین من برم خواهر و بچه ها رو بیارم. امروز اینجا دور هم باشی. به خدا گناه دارم. یه فکری کرد و گفت نه، میترسم باب بشه. بعد از این بخوان بیان و برن. من حوصله ندارم. به من چیزی رو تحمیل نکنی. هر سه راه افتادیم. نریمان یکم عقب‌تر از من راه می اومد و آروم گفت پریما تو هم بیا بریم. تنهایی بهت سخت میگذره. گفتم نه، میخوام کار کنم. انشالله به شما خوش بگذره. آهسته گفت بدون تو. نریمان خانوم و نادر با یه ماشین و سارا خانوم و کامی با ماشین آقای سالارزاده راه افتادن و از میون برفی که با شدت میبارید آروم دور شدن. سوز سرما و دونه های برف به صورتم میخورد ولی هنوز احساس سرما نمی کردم. و تا از پیچ جاده عبور نکرده بودن همونجا جلوی در ایستادم. صبحونه نخورده بودم. احساس گرسنگی کردم و رفتم توی آشپزخونه. شالیزار ظرف نفت دستش بود و
میخواست بره بخاریا رو پر کنه. این کارو هر روز قربان انجام میداد. 2 تیکه نون برداشتم، با مقداری پنیر لوله کردم و یه چای لیوانی برای خودم ریختم و به شالیزار گفتم میشه اول بخاری اتاق منو نفت کنی؟ میخوام کار کنم. سرد شده. گفت چشم، همین الان. چیز دیگه هم لازم داشتین صدام کنی. گفتم باشه عزیزم، تو به کارت برس. از در که بیرون میرفتم با صدای بلند گفت راستی پریما، خیلی ناراحت نباش. خانوم که پشتت باشه دیگه غمت نباشه. برگشتم و پرسیدم برای چی؟ مگه چی شده؟ ظرف نفت رو گذاشت روی زمین و اومد به طرف من و گفت تو رو خدا از من نشنیده بگیر. وقتی تو با آقا نادر و آقا نریمان رفتی تو اتاقت، آقای سالارزاده میگفت به نظر من نباید نریمان به این زودی تصمیم میگرفت زن بگیره. باشه قبول، ولی شماها اول باید برای من زن بگیری. بعد من قبول میکنم که مثل یه پدر پشت نریمان باشم، وگرنه پامو نمیذارم. گفتم خب خانوم چی گفت؟ جواب داد من دیگه نشنیدم. خانم دعوام کرد که دست به جنبون و برو بیرون. اون روز برف با تیکه های بزرگ مدام روی هم تلمبار می شدن و با همه زیبایی که توی باغ به وجود اومده بود آدم رو به وحشت مینداخت. نشستم پشت میزم و شروع به کار کردم و تقریباً بلند نشدم تا نزدیک غروب. حتی ناهارم رو هم در حال کار خوردم و در حین کشیدن اون طرح‌ها فکر می‌کردم درباره نریمان و کارای آقای سالارزاده. می‌فهمیدم که اون می‌خواد از این موقعیت استفاده کنه و اون دختر رو به دیگران تحمیل کنه. با اینکه از قبل شناخت کمی ازش داشتم، ولی حالا به ماهیت اصلی اون پی برده بودم. باید در رفتارم با اون خیلی احتیاط می‌کردم. در واقع نباید زیاد بهش نزدیک می‌شدم. به نظرم خودخواه‌تر از اونی بود که تا اون موقع شنیده بودم. اینطور که فهمیدم نه ازدواج نریمان براش مهم بود و نه کسی رو که پسرش انتخاب کرده. اون فقط میخواست به منظور خودش برسه. هوا داشت تاریک میشد و اونا هنوز برنگشته بودن. خانم گفته بود ناهار خوردیم بلافاصله برمیگردیم، ولی هیچ خبری نشده بود. دلم میخواست به مامانم زنگ بزنم، ولی فراموش کردم شماره اونا رو از نریمان بگیرم. شالیزار مشغول درست کردن شام بود و قربان اومده بود تا بخاریای پایین رو نفت کنه. خسته شده بودم. از جام بلند شدم و به بیرون نگاه کردم. میشد حدس زد که ارتفاع برف از 0.5 متر بیشتر شده. رفتم به پذیرایی. شالیزار همه جا رو تمیز کرده بود و جارو زده بود و میز شام رو هم چیده بود. از پنجره پذیرایی بیشتر میشد به وخیم بودن اوضاع پی برد. راه کاملا بسته شده بود و اگرم اونا میتونستن برگردن عمارت، از این سربالایی نمیتونستن به راحتی بالا بیان. برای اینکه فکر و خیال نکنم دوباره برگشتم سر کارم تا طرح‌ها رو تموم کنم. یه مرتبه چشمم افتاد به ساعت که از 7:30 گذشته بود و اونا بر نگشتن. دلم شور میزد و اضطراب داشتم. نمیدونم از اینکه تنها بمونم میترسیدم یا اینکه چیز دیگه ای بود که یکی زد به در اتاق و از جا پریدم و گفتم بله کیه؟ صدای قربان بود. گفت خانوم تلفن پذیرایی زنگ میزنه، میخواین جواب بدی؟ با سرعت خودم رو رسوندم ولی قطع شده بود. همونجا کنار تلفن نشستم. قربان گفت خانم اجازه میدید من و شالیزار بریم شام بخوریم؟ بچه ها بخوابن شالیزار برمیگرده. گفتم آره، ولی بگو زیر غذا رو خاموش کنه و گوش به زنگ باشین، اگه اومدن خودشو برسونه. آقا قربان کاش زودتر میرفتین و راه رو باز میکردین. گفت
خانوم مروت داشته باشین. یه بار صبح این کارو کردم. توی این سوز و سرما چطوری این کارو بکنم؟ احمدی رو هم که میدونین جون نداره. یه پارو الان میزنه یکی فردا. به خدا قسم اسمشه که کار میکنه. ولی همشو من انجام میدم. اگه اومدن و گیر کردن همه با هم کمک میکنیم بیان بالا. نگران نباشید. قبلا اینطوری شده. اینجا زمستونای بدی داره. نیست که نزدیک کوه، همیشه برف اول اینجا میاد. تلفن دوباره زنگ زد. فوراً گوشی رو برداشتم و گفتم الو. الو. نریمان گفت پریما خوبی؟ گفتم آخ تویی؟ آره من که توی عمارتم. شماها کجایی؟ چرا نیومدین؟ گفت راه بسته است، اصلا نمیشه حرکت کرد. من دلم برای تو شور میزد. نمی ترسی؟ میخوای هر طور شده بیام؟ گفتم نه بابا، اگه این همه راه خرابه چرا بیای؟ یه کاریش میکنم. الان آقا قربان و شالیزار پیشم هستن. گفت نمیدونم چرا دلواپسم. کاش تو اومده بودی. خیالم راحت نیست. ما مجبوریم امشب خونه خواهر بمونیم. فقط نگران تو هستم. گفتم تو الان کجایی؟ گفت اومدم تا یه تلفن همگانی پیدا کردم. چند بار زنگ زدم جواب ندادی. خیلی نگران شدم. گفتم اصلا نگران من نباش، حالم خوبه. دیگه شب شده، میخوابیم و صبح میشه. نریمان یعنی فردا صبح برمیگردین؟ راه باز میشه؟ گفت آره حتما. اگه بقیه هم نتونستن بیان من هر طوری شده خودم رو میرسونم. نمیذارم تنها بمونی. برمیگردم. اینطور که داره میباره نمیدونم چی میشه. کلن امروز کار اشتباهی کردیم که از عمارت اومدیم بیرون. میدونی اگه الان پیشت بودم چی میگفتم؟ سکوت کردم چون لحن صداش عوض شده بود. خودش ادامه داد. میگفتم سبز. گفتم تو هیچ وقت نمیخوای دست برداری؟ خب حالا سبز باشه که چی؟ گفت برای همین به زمرد این همه علاقه داری، چون مثل چشم خودت میدرخشه. گفتم بله آقا نریمان درست میفرمایین. حتما به آقا قربان میگم. ایشون هم سلام میرسونه. شما هم زودتر برین خونه، هوا خیلی سرده. سرما میخورین. گفت مراقب خودت باش. شب بخیر. وقتی گوشی رو قطع کردم شالیزار با یه قابلمه غذا اومد توی پذیرایی و گفت چی شده خانوم؟ کی میان؟ گفتم نمیان. خدا کنه برف بند بیاد وگرنه شاید فردا هم نتونن برگردن. گفت میرم بچه ها رو شام میدم و برمیگردم. پیش شما میخوابم. اجازه میدین کوچیکه رو با خودم بیارم؟ گفتم بله البته بیارش. این برای دومین باری بود که من توی اون عمارت تنها میونه برف سنگین گیر کرده بودم. قابلمه رو گذاشت روی میز و گفت پس من برم شام شما رو بکشم. احساس کردم یه بویی میاد. گفتم شالیزار بوی سوختگی میاد، غذا رو سوزوندی؟ گفت نه خانوم، الان از کنارش برای خودمون کشیدم و خاموش کردم. نسوخته. گفتم پس این بوی سوختگی از کجا میاد؟ مثل اینکه بوی دوده. قربان گفت از بیرونه. بخاریا همه روشنن، زیاد دود میکنن. شالیزار گفت من که چیزی احساس نمی کنم. گفتم آقا قربان برو یه سر به همه جای عمارت بزن. و خودم رفتم توی راهرو و شالیزار دنبالم اومد. یه مرتبه دود غلیظی رو دیدم که بالای پله ها جمع شده. فوراً چراغ راهروی بالا رو که کلیدش پایین بود روشن کردم و فریاد زدم قربان بدو، بالا آتش سوزی شده. و ستایی از پله ها بالا رفتیم ولی
نمیتونستیم متوجه بشیم دود از کجاست که قربان در یکی از اتاقها رو باز کرد و شعله‌های آتیش رو دیدیم. بخاری اتاق آتیش گرفته بود. هراسون گفتم حموم کجاست آب بیاریم؟ زود باشین، شالیزار سطل رو بیار یه کاری بکن. الان همه خونه تو آتیش میسوزه. خودمون رو به حموم رسوندیم و لگن رو گذاشتیم زیر شیر آب. من 2 طرف لگن رو گرفتم و دویدم به طرف اتاق. قربان گیج شده بود. آب رو پاشیدم روی بخاری ولی فایده‌ای نداشت. شالیزار با لگن کوچکتری از آب اومد. اونم ریختیم ولی پرده و فرش و خیلی چیزای دیگه دچار حریق شده بودن و میسوختن. قربان پنجره رو باز کرد و لنگه های چوبی حفاظ رو هل داد و لحاف روی تخت رو کشید و با سرعت انداخت روی آتیش و بخاری رو بغل زد و با یه ضرب اونو از زمین بلند کرد و از پنجره پرتاب کرد بیرون. شالیزار همینطور آب می آورد و من سعی می کردم با پام آتیش روی فرش رو خاموش کنم. یه مرتبه متوجه پرده‌ای شدم که نزدیک بخاری بود و از پایین داشت شعله می کشید. نفهمیدم چی کار کردم. لحظات سخت و کشنده‌ای بود. با وجود اینکه همه بدنم می لرزید، پرده رو در حال سوختن گرفتم و با همه قدرتم کشیدم پایین و مچاله کردم و از پنجره انداختم بیرون و بالاخره تونستیم اون آتیش رو خاموش کنیم. ولی چون هنوز از بعضی جاهاش دود بلند می شد، می ترسیدم دوباره شعله ور بشن و این بود که بازم آب آوردیم و ریختیم تا همه چیز کاملا سرد بشه. بازم یه ترس توی وجودم بود که نکنه دوباره یه جای آتیش بگیره. برای همین تمام بخاریای بالا رو خاموش کردیم ولی خونه پر از دود بود و بوی سوختگی همه فضای عمارت پیچیده بود. قربان همینطور که ناله می‌کرد با نگرانی تلاش می‌کرد. انگشتا و کف دستای منم به شدت سوخته بود. قربان گفت این اتاق آقا کامی بود. خدا رحم کرد لباساش نسوخت. در حالی که هنوز نگرانی من تموم نشده بود از پله ها پایین اومدیم. هوا اونقدر سرد بود که نمیشد در رو باز کنی. یه مرتبه چشمم افتاد به قربان که داشت از شدت درد سوختگی بال میزد و بیتابی میکرد. سمت راست صورتش و هر 2 دستش به شدت سوخته بود و من نمیدونستم چی کار کنم. اصلا هیچی به فکرم نمیرسید. خودمم کم درد نداشتم و هر لحظه بی‌طاقت تر می شدم. صدای زنگ تلفن امیدی توی دلم روشن کرد که شاید نریمان دوباره زنگ زده باشه. با سرعت رفتم و به زحمت گوشی رو برداشتم. صدای مامانم رو شنیدم و حق به گریه افتادم و گفتم مامان قربونت برم زود باش، بگو کسی که سوخته باشه چی کار باید بکنم؟ چی بذارم روش؟ هراسون گفت مادرت بمیره تو سوختی؟ گفتم نه من خوبم، آقا قربان سوخته، نگران من نباش، باور کن آقا قربان سوخته. گفت وای خاک بر سرم، دیدم دلم شور میزنه، چی شده؟ کجاش سوخته؟ گفتم شما الان فقط بگو برای سوختگی چی کار کنم. گفت توی خونه پماد سوختگی چیزی ندارین؟ از شالیزار پرسیدم میدونی خانم پماد سوختگی داره یا نه؟ گفت نمیدونم، اگرم باشه من نمیشناسم. مامان گفت گوش کن پریما، اول آروم باش، چیزی نیست، سریع یکم سیب زمینی رنده کن بمال روی سوختگیش، اگه عمیق هست این کارو نکن، ببرش دکتر. گفتم مامان نمیدونم چقدر عمیقه، بذار برم داروخونه رو بگردم. از خونه نمیتونیم بریم بیرون برف خیلی زیاد اومده، بگو الان چیکار کنم دردش کم بشه، بیچاره داره گریه میکنه. گفت اینجا که چند سال بیشتر نیست، بقیه کجان؟ گفتم بعدن برات میگم، بگین چیکار کنم. گفت ببین پریما، اگه خیلی میسوزه بذار توی آب سرد، یه مدت نگه دار، بعد پماد بمال.
گفتم شماره شما چنده؟ گفت 35 235. گفتم یادم میمونه، شما از خانجون بپرس، شاید راهی بلد باشه، من دوباره به شما زنگ میزنم. و گوشی رو قطع کردم و دویدم توی آشپزخونه و از توی دواها یه پماد سوختگی پیدا کردم و به شالیزار گفتم چند تا سیب زمینی رنده کن. پماد رو مالیدم به صورتش و دستاشو گذاشتم توی آب سرد. بیچاره از درد داشت بیهوش میشد. شالیزار گفت خانوم من برم به بچه‌ها سر بزنم، به احمدی بی غیرت بگم مراقبشون باشه، زود برمیگردم. گفتم اگه میتونی برشون دار بیار همینجا. رفتم یک کاسه آب هم آوردم و دست خودم رو گذاشتم تا درد کمتری احساس کنم. یک کم بعد بقیه پماد رو روی دستهای قربان مالیدم و جاهایی که کمتر سوخته بود از اون سیب زمینیای رنده شده گذاشتم و بقیه اونم مالیدم به دستای خودم. میتونم بگم سخت ترین شب زندگیم بعد از فوت آقا جونم اون شب بود. سیاه و طولانی. با قربان و شالیزار و بچه هاش توی اتاق پذیرایی موندیم و به ناله های قربان گوش دادیم. نزدیک صبح دردمون یک کم آروم شد. قربان خوابش برد و منم روی مبل به خواب رفتم.